هایده صدایی که هرگز تکرار نخواهد شد. آخرین شب زندگیش توی صحنه کنسرت گذشت. فردای اون روز به خاطر سکته قلبی از دنیا رفت. اگر مایل به شنیدن هستید با من همراه باشید. معصومه دده‌بالا 21 فروردین 1321 که با نام هنری هایده شناخته میشد، خواننده ایرانی بود. او در طول 2 دهه فعالیت و ساخت بیش از 200 ترانه به واسطه صدای اپرایی و آلتویی که داشت، در میان مردم به شهرت رسید. از او به عنوان یکی از برجسته‌ترین و تاثیرگذارترین خوانندگان ایران یاد میشه. در سال 1334 زمانی که او فقط 13 سال داشت ازدواج کرد. حاصل این ازدواج فرزندانی با نامهای کامران، کیوان و یک دختر به نام کیانوش بود. هایده فرزند بزرگش کامران رو در سن 14 سالگی به دنیا آورد. در اون زمان مادر بزرگش برای نگهداری از بچه به او کمک میکرد. هایده به علت مخالفت شوهرش مجبور شد تا 3 سال دیرتر از خواهر خود به فعالیت موسیقی بپردازه. هایده آواز خوندن رو با گوش دادن به رادیو و تلویزیون و آثار دلکش آغاز کرد. موسیقی رو نزد چندین استاد فرا گرفت. ایشون فعالیت حرفه‌ای خودش رو در سال 1347 و با اجرا در برنامه رادیویی گلها آغاز کرد. او مدتی بعد با دیگر موسیقیدانان شروع به همکاری و ترانه‌هایی از جمله سوغاتی را منتشر کرد. هایده پیش از انقلاب 57 به لندن نقل مکان کرد و این انقلاب را فتنه نامید. او در سال 1361 برای ادامه فعالیت در موسیقی به لس آنجلس رفت و در ایالات متحده ترانه بهار بهار باز اومده دوباره با موضوع دلتنگی برای ایران را منتشر کرد که با بازخورد خوبی همراه بود. در سال 98 شورای لس آنجلس اهمیت هایده و صدای پرتوانش و میراث جامعه ایرانی و لس آنجلس معرفی کرد. ایشون خواهر بزرگتر دیگر خواننده ایرانی مهستی بود. موسیقیدان محمد حیدری توانایی هایده در موسیقی رو تحسین کرده و در توصیف او و مهستی گفته مهستی که در ایران بود صداش از لطافت بیشتری برخوردار بود نسبت به هایده. هایده از قدرت صدای بیشتری برخوردار بود. ممنون میشم برای حمایت کانال ویدیو رو لایک کنید. پیش از اون که هایده به جرگه آوازخوان‌های مشهور بپیونده، خواهر جوانترش که با نام هنری مهستی مشهور بود، جایگاهی در میان خوانندگان حرفه‌ای به دست آورده بود. هایده نزد استادان موسیقی ایرانی شاگردی کرد. وی آموزش را با علی تجویدی، مربی آواز، استاد ویولن و آهنگساز شروع کرد. تجویدی کسی بود که با دلکش نیز همکاری داشت. نام هایده را شورای شهر و شهردار لس آنجلس به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و هویت ایرانی و میراث هنری این شهر به ثبت رسانید. همچنین طی مراسمی با حضور شهردار و اعضای شورای شهر لس آنجلس و خانواده و دوستدارانش نام هایده در تقویم شهر لس آنجلس به ثبت رسید. و اما داستان عشق مثلثی. عشق صدام حسین به هایده باعث شده بود علاقه بیش از حد امیر عباس هویدا به این خواننده بزرگ را علنی کنه. این عشق و دوست داشتن گاهی بین مردان حکومتی تبدیل به جنجال میشد. معصومه دده‌بالا با نام هنری هایده که نامش همیشه سر زبون مردمه و آهنگاش زمزمه میشه، بانویی بود که از همون نوجوانی قدرت جادویی صداش در کنار صورت پر از اشوه و دوست داشتنیش اونو از باقی خواننده ها متمایز میکرد. لطفاً تو کامنت ها به هم بگید با کدوم ترانه بانو هایده خاطره دارید. اما ماجرای جنجالی عشق دو مرد قدرتمند و سیاستمدار به هایده اونم همزمان قطعاً شنیدنیه. اون زمان مدتی محمد رضا شاه و صدام به خاطر پاره‌ای از مسائل بینشون اختلاف بود. مدتی کوتاهی هم بین ایران و عراق جنگی رخ داد و نهایتاً این اختلاف حل شد. صدام برای اینکه نشون بده دلخوری از شاه نداره، چند روزی به ایران سفر کرد و مهمان ویژه کاخ تهران شد. محمد رضا شاه که هیچ وقت نمیذاشت به مهموناش بد بگذره، شب نشینی‌های مفصلی توی کاخ ترتیب داد و از 2 خواننده مشهور اون زمان یعنی بانو هایده و بانو مهستی دعوت کرده بود تا حسابی به صدام خوش بگذره. همین که هایده برای خوندن بالای صحنه رفت، چشم رئیس جمهور عراق مجذوب صورت هایده شد و گوشش مسحور صدای زیباش. صدام توی اون چند روز حسابی عاشق هایده شده بود و از این 2 خواهر رسما دعوت کرد تا برای اجرای کنسرت به عراق برن و با اجازه شاه و وزارت فرهنگ این 2 خواهر به همراه 40 رقصنده راهی بغداد شدند. جالب اینجا بود خانم مهستی زیاد مورد توجه قرار نگرفت و حتی ازش خواستن که زمان خوندن ترانه‌هاش رو کوتاه‌تر کنه.
کنه و زمان بیشتری به بانو هایده اختصاص داده بشه. همه عاشق هایده شده بودن، اونقدر که وسط خوندنش همه سراپا میستادن و اونو دشتی دشتی صدا میزدن. صدام هم که میدونست برای رئیس جمهور مملکت خوب نیست که هر شب به کنسرت بره، با لباسای مبدل و تغییر چهره که مثلا کسی اونو نشناسه لابلای مردم مینشست و از دیدن و شنیدن صدای بانو هایده حسابی کیف میکرد. اما بازم ماجرای عشق صدام از گوشه و کنار شهر شنیده میشد و برای مردم عراق هم ماجرا و داستان جذابی بود. حالا این وسط امیر عباس هویدا سر این موضوع با صدام حسین سر لج افتاده بود. اگرچه که در مصاحبه هاش در مورد مسائل سیاسی بین ایران و عراق بحث میشد، اما معلوم شد که ماجرای حساس شدن هویدا سر هایده است. شاید هم آقای نخست وزیر غیرتی شده بود که چرا مرد عراقی به زن ایرانی چشم داشته و چرا اصلا محمد رضا شاه و وزارت فرهنگ اجازه دادن هایده و مهستی به عراق برن. هرچند که اطلاعات زیادی در مورد عشق هویدا به خانم هایده در دست نیست، اما هایده به هیچ کدوم محل نذاشت و این احساسات و غیرتی شدنها راه به جایی نبرد. بیشتر از 30 ساله که هایده دیگه در بین ما نیست، ولی صداش همیشه با ماست و مخصوصا که آزادگی رو فریاد میزنه. ممنون که کانال ملکه